مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 11 و 12 اکتبر در 3 صدمه در شهر غرب، نویه دنغره و در ورزوب 3 نفر از جمله 2 پیادهگرد و 1 راننده به هلاکت رسیدند. از جمله روز 12 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 14:20 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز ولیف نظامجان سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوات قلمک نویه رشت هنگام حرکت از سمت شهر نوآباد به سمت شهر غرب در کوچه محیدین امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد ایشانوف صدبرگل سال تولدش 1994 ساکن شهر غرب را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد ایشانوف جراحات وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اینچنین 11 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 20:50 راننده автомашین تمغه اوپل استرا سیدوف مرادعلی تاجدینویچ سال تولدش 1996 ساکن جماعت دیوات توگرخ نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه و سمت شهر کولوب در شورای دوشنبه کولوب واقع در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده автомашین را در کنار چپ راه چپه نموده است. در نتیجه خود راننده سیدوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران داخل автомашین مذکور سیدوف تاجنیسا سال تولدش 1973 سیدوف نازنین سال تولدش 1999 و نابالغ دلیر تاجدین سال تولدش 2005 استقامت کنندگان جماعت دیوات توگرق نویه واسه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه روز 11 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 21:00 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز نشانوف شیرزاد سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت ولایت سوخت به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه ورزوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد جلالوف زینالدین سال تولدش 1984 پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جلالوف جراحات وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. یک مرد 43 ساله ساکن نویه بخش در پایتخت با گمان دزدی دستگیر شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که او به دزدی مبلغ فوق‌العاده بزرگ ایبدار می شود. بازداشت ساکن بخش بر اساس شکایت یک مرد 38 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی پایتخت است که در عریضه‌اش به شعبه میلیس این نویه گفت روز 28 سپتامبر شخصان نامعلوم با راه پنهانی در خیابان رودکی پایتخت از داخل جزدانش 27900 دلار آمریکایی و 60,000 سامونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. تفتیشات این حادثه ادامه دارد.